یه سوال پرتکرار طراح تازه کار اینه که چجوری بعد از مشتریمون پول بگیریم. سیستمش اینجوریه که اول یه توافقی میکنین سر قیمت، بعد 30-50% یا بسته به توافقتون یه مبلغی رو بیانه میگیریم برای شروع کار. بعد کار رو انجام میدین، عکس و رندر و فیلم از کارتون برای مشتری میفرستین. مشتری که تایید کرد قبل از ارسال فایل باید کار تسویه بشه، یعنی شما کل پول رو میگیرین بعد فایل رو میفرستین. اما اینم در نظر داشته باشین که باید سر تایم تحویل بدین و کارتون بی ایراد باشه. اگر سر تایم تحویل ندادین و اگر کارتون ایراد داشت، وجدانش اینه که یه تخفیفی به مشتری بدین و در این حال یادتون باشه که حتما کار رو گارانتی کنین. یعنی اگر رفت و ایراد داشت، مشتری اومد گفت چنگش مشکل داشته، ضخامتش مشکل داشته، سنگ سوار نمی‌شده یا ادیت های از این قبیل، حتما اون کار رو انجام بدین و مجدد براش بفرستین. اینجوری میتونین اون مشتری رو نگه دارین. در غیر این صورت اگه پول رو بگیرین و بعد دیگه این ادیت های ریزکاری رو انجام ندین براش، اون مشتری هم برای شما نمیمونه و سفارش های جدید بهتون نمیده.